رشد تولیدات داخلی موثرترین گام در رشد اقتصادی کشور. امروز آمدیم به منطقه خوشحالخان شهر کابل در قالین فروشی ها و میخوایم برنامه در رابطه به قالین داشته باشیم و آرزو دارم که شما هم تا آخر برنامه مرا همراه باشین، تنها نگذارین و از داشته‌های برنامه امروز لذت ببرین. در کنار هموطن ما هستیم که مغازه قالین فروشی داره. بیشتر میریم از خودشون بشیم که این قالینا رو از کجا وارد میکنن و آیا اینا رو فرمایش میگیرن و یا هم خودشون میسازن. سلام، وقتتون بخیر. و علیکم سلام، همشهر خوب هستین؟ تشکر. میشه خودتون معرفی بکنین؟ اسم من صبرالدین است، ولایت کابل، ولسوالی پغمان، باشنده هم فعلا هم پغمان هستیم و اینجا ما شرکت داریم، شرکت ابراهیم زاده و ریاخیل قالین فروشی است، وارد کننده قالین، مکیت و غیره به طور عمده و پرچون است. چقدر وقت میشه که فعالیت دیگه آغاز کردیم؟ اینجا ما در فعلا اینجا که هستیم ما 15 سال 17 سال میشه که اینجا هستیم. خب بسیار عالی. و این قالینا را از خارج از کشور وارد میکنین و یا هم در داخل افغانستان میسازن براتون؟ اینی قالینای ترکیه است یا ما از ترکیه وارد میکنیم و همچنان قالینای وطنی هم هست، فعلا اینجا موجود نیست، در مارکت های شارنه و هست دیگه. اینی پایانداز است به خاطر زینه، اینی هم جای نماز است، به خاطر مسجد است و یک جای هستن این یک جای است. اینا هم به زینه کار میکنن، هم به خاطر رالویا کار میکنن. بسیار عالی. و در ضمنش بعدی اینی موکیت هست، یعنی این موکیت هست از شرکت ظریف مصور. ما از پیششان میگیریم و اینجا ما خود ما به مردم هموطنان خود عرضه میکنیم، هم عمده و میتیم هم پرچونیاره. فروش کدام جنستان بیشتر است؟ جنسای وطنی یا جنسایی که از خارج میاریم؟ اصلا در عرصه قالین که هست ترکی زیاد فروش زیاده فعلا، چون اقتصادی است، اقتصاد مردم هم کدش میخوانه که میتونه که بخرن و در ضمنش بعدی باز سینی موکیتا را مردم زیاد استفاده میکنه زیر فرش و به خاطر سالونا بسیار زیاد استفاده. اینا رو براتون فرمایش میده دیزاینش یا نه خودتون طراحی یا میکنید؟ فرمایش میشه همشیره، یا فرمایش داده میشه، هر دیزاینی که ما بخوایم بخش ما جور کرده میتونه. بسیار عالی. باز قیمت هایشون چه قسم است؟ یعنی موکیتا هست متر 400 روپیه همشیره. از این قیمت تر یا ارزان تر؟ یعنی موکیتا هست گلدار است، یعنی هست 380 روپیه. بسیار عمده البته، یا هم به سالون کار میته، هم به آشپزخانه و هم به دالیزا. یعنی قیمتش 1650 افغانی. چرا کیفیت قالینایی که از خارج از کشور وارد میکنین با کیفیت قالینایی که در داخل افغانستان ساخته میشه فرق میکنه؟ تفاوتشون در چی است؟ کیفیت که قالینای از خارج وارد میشه او ماشینی است و قالین وطنی که است او دست بافت است. یا هر دو بسیار زیاد تفاوت داره. ای به دست ساخته میشه، ای توسط ماشین. یعنی عمرش بیشتر میباشه؟ عمر قالین وطنی نسبت به ازیا بیشتر است. و آیا همین نخی که میبافن اینا فرق میکنه یا خیر؟ در ترکیه چند رقم است. در ترکیه یک قسم به نام هدست است، یک قسم به نام اگریلیک است. هدست که است گاز است، وند است، لیلون است. اگریلیک که است باز تار است، نسبت به چی لیلون کده یا بازی خوبتر است. چطور بشناسیم قالینای گازی را از بقیه قالینای؟ قالینای گازی که است به مرور زمان پتش میشینه، خوش خود سخت میکنه و اگر بسوزه اما سوختگی نشر میکنه، مثل پلاستیک خود زیاد میشه. نخی که است، نخی اگر بسوزه بازو
نشر میکنه، نشر نمیکنه، صرف روی از او تو زرد میشه. خب فقط یک داغ کوچک میمونه و در ضمنش در استعمال هم نخی که از پتش زود نمیشینه. بسیار عالی. خب داخل میشه بگوین چی مشکلات روبرو هستین فعلا؟ چقدر تغییر کرده بازار فروشتان، بازار واردات؟ بازار فروش یک ذره شده، کمتر شده، سابق کده، کار و بار نیست، اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. مردم که میای همون چیز ارزان تری نمیخواه. و خواستتان از امارت اسلامی چی است؟ خواست ما از امارت اسلامی است که به مردم زمینه کار بسازه. دیگه خواست نداریم از پیش، زمینه کار بسازه. مردم در کار شو، مردم که در کار شو عرضه زیاد میشه، فروشات زیاد میشه، حالی کار نیست کلگی مردم پشته. بیکاری چیز را میخواه که از او که ارزان تر نباشه. یک مشتری که در بازار میاد کلگی بازار خوب صحیح از اول تا آخر چک میکنه، بعد از او کسی که ارزان میته از اون میگیره. بسیار تشکر. بسیار قابلش نیست. سلامت باشید دوستان. میریم به چند مغازه دیگه هم و درباره قالینایی که اونجا هست درباره از اونها هم براتون معلومات میدیم و امید که شما هم تا آخر برنامه من همراه باشید. در کنار برادر دیگه ما قرار داریم که اینا هم در این مغازه مصروف فعالیت هستن. میریم از خودشون میشنویم که کی هستن و چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنن. سلام، وقتتون بخیر. بخیر باشین. رفیع‌الدین اوریخیل هستم، یکی از شریکای از این دکان هستیم. مدت چقدر وقت میشه که اینجا فعالیت میکنیم؟ تقریبا 10 سال میشه. بسیار عالی. در کنار از اینکه اینجا قالین دیدیم، موکیت دیدیم، کدام چیز دیگه و همچنان فرش رایزینه، آیا کدام چیز دیگه هم میارین اینجا جور میکنین؟ بله، چرا نه. موکیت های قالینی است، 4 متر بر داره و هم از ترکیه وارد میشه اینجا و جنسیتش هم خوش است و کیفیتش هم خوب است. و بیشترین وارداتتان از کدام کشور است؟ از واردات ما بیشتر از ترکیه است. به خاطر چی؟ کیفیتش؟ به خاطر که کیفیتش هم خوب است و قیمتش هم خوب است. این که در داخل کشور خودتان به عنوان یک سرمایه‌گذار فعلا مصروف فعالیت هستین، چقدر تاثیر گذاشته روی اقتصاد خودتان، روی فامیلتان؟ والا ما زیاد خوش هستم به خاطر که افغانستان وطن ماست و باید هر کس خدمت کنه اینجا و نفقه عیال خود به دست بیاره. و خواستتان از تاجرایی که در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن چی است؟ و خواست ما از کسایی که در خارج زندگی میکنه بیاید دست به دست شوه و افغانستان جور بسازه. روزمره بخیر باشین. خیر باشین. دوستا، صحبت‌های برادر ما رو دیدیم در مورد از اینکه چقدر وقت میشد اینجا کار میکردن و همچنان چالش‌هایی که باش روبرو بودن به ما گفتن. چه خوب است که در پیشرفت اقتصادی کشور ما سهم بگیریم و سرمایه خود در داخل افغانستان به خرج بدیم. این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. امید که از داشتهای برنامه لذت برده باشین و ممنون از اینکه تا آخر ما را همراه بودین.